این الان خیلی چیز سختی نیست. ببین ما اینجا یه خط کسری داریم که صورتش x به توان 2 به اضافه 4 x منهای 5 مخرجش x به توان 2 منهای 1 x داره به سمت 1 حرکت میکنه یا به سمت 1 در واقع داره میل. اینجور مواقع غالبا وقتی x به سمت عددی میل میکنه ما باید جای اون عدد رو دست شما در نکنه. خیلی ممنون. مرسی. ما باید جای اون عدد رو با متغیرمون عوض کنیم. در واقع اینجا x به جای x باید بذاریم 1. چته سعید جان؟ حواست به من هست؟ بشین. میخوام این چیزا رو بفهمی. بزرگ شدی. من الان اینا رو میذارم سر غذا هاست. چی شده؟ بهش گفتم. گفتی؟ چی گفتی؟ اون چی گفت؟ چی کار کرد؟ چیزی نیست. هیچی نگفت. طوری نیست. چیزی نگفت بعد تو فهمیدی چیزی نیست؟ به حال آسون که نیست. ولی خود بهش وقت بدی هضم کنه به خودش کنار بیاد یه جوری آروم میشه. اگر نباشه. خداحافظ. غذا حاضره بمون یه چیزی بخور. نه نمیتونم باید برم. فرهاد یه دقیقه بیا. فکر نمی‌کنی الان نباید بهش میگفتی؟ خودش میدونست. تو که میگی چیزی نگفت از کجا میدونست؟ بچه که نیست پونه جان. یه چیزایی رو بالاخره حس میکنه دیگه. جوری بود که بعد الان نمیگفتی. بابا تو خودت به من میگی بگو. بعد الان که گفتم میگی چرا گفتی؟ من کی گفتم بگو؟ گفتم باید بهش بگیم ولی الان شب امتحانش یهویی. عزیزم عقلم میرسه که شب امتحان باید چی بگم چی نگم. اینو میفهمم. ولی لابد یه چیزی دیدم که گفتم دیگه. تو که اونجا نبودی ندیدی چه جوری بود. یه جوری بود که اگه بهش نمیگفتم وقت یه جوری دیگه ای فکر می‌کردی. یه جوری بود یه جوری دیدم. خب بگو چی دیدی به منم بگو. منم بدونم. تمرکز نداره، چپ چپ نگاه میکنه، عصبیه. به نظرم یه چیزایی میدونه که من فقط سعی کردم بهش حقیقت رو بگم که ذهنش جای دیگه ای نره. دلم نمیخواد راجع به من چیزایی فکر کنه. نمیخوام کار خودم رو توجیه کنم. بالاخره این رابطه الان داره خارج میشه از رابطه معلم شاعر. اینجوری آسون نیست. تابع حساب کتاب نیست. حسیه. فکر نکرده گفتم ولی واقعا اگه فکر میکردم بازم میگفتم. توکل به خدا درست میشه. پسر چیکار میکنه؟ نگران چیز نباش درست میشه. دوره میگذره. باید بهش حق داد. شام حاضره بمون شام. نه دیگه من باید برم. نگران نباش. چیزی بود که دیریازی باید پیش میاد. درست میشه. باشه. کاری چیزی اگه داشتی زنگ بزن. خداحافظ. فرهاد خواستم یکم باید حرف بزنم. نمیدونم
کی میشه این سعید از این بلا تکلیفی بیاد بیرون؟ من منظورم چیه؟ میفهمی چی میگم؟ درست میشه. چه بوی ترتمیزی داره اینا. خیلی زود زندگیمون شروع میکنیم. زندگی واقعی. بذار من بیام بالا باشم. نه تو برو. برو فرهاد. تو برو فرهاد برو. برای چی سوت میزنی؟ مسابقه قرار داشتیم. قرار داشتی بیا مثل بچه آدم زنگ آیفون بزن اونجا حرف بزن باش. یعنی چی سوت میزنی وسط خیابون؟ کجا داری میری؟ صبر کن سعید، میخوام باهات حرف بزنم. صبر کن سعید. ببین خرداد و شهریور رو از دست دادی. این امتحانت مهمه میفهمی؟ از وقتی این موتور اومده میگم وایسا. اگه بابام بود همونجا تو تبریز مونده بودم. چه صافت. من که گفتم این گل و شیرینی داستانی داره. حالا مادرتم به چه خواهری براتون داره دیگه. که چی؟ همون تبریز مونده بودم تهران هم نمی‌اومدم. به خاطر 25 نمره منو قبول نکرد. 25 نمره چیه؟ 25 صدم. آشغال ترسو. من چون میدونم بالا زندگی کنم. چیه سرده باید گوسفند بچونه. حالا نه. بدون حال نکاشته باشی. بغل اون چیزه. بغل اون برم. خب اون ور تو مثلا نزدیک نگاه میکنه رو. به ناموس سر همونجا. همونی زندگی کنه. عاشق این چیزام رو برام. چی؟ میتونی بعد خودش سرویس داره دیگه. پول دارم ماشین هر خرید خاصی بیارم مثل مردیاری و حرفامو گوش میدی با این چه میدونی مورد غلط بیشتر هیچ کس بعد ناموسن بعد نیست خوشم میدونی چیه مثلا تو یه آدم عادی میبینی خب مثلا میگن از این بعد میاد یا خوشم میاد خب چی بگم نه باید خاطره دارم نه چیزی نه خوشم میاد نه بدم میاد بعد بیاد ناموسن نه میگم نه خوشم میاد نه بدم میاد من از چیز خوشم میاد حسین یاس علی بابا زدبازی یه جوری زدبازی باید بفهم چی بگم من حرفاش خیلی معنی داره عزیزم زای دوست داشتن درد میکنه مازر میشه تقاضا میکنه خیلی یکم نباشن اینا رو چی میسازه؟ ملت بیکاره انقدر اصلا بوده میگم برن این فراکسایی بگیرن یک بزنن مهدیار یا فینا و دوست داری هیچ کس عاشق مهدیار ها مهدیار کیشه؟ مهدیار یک شاید اون یک مثلا براش آهنگ درست میکنن ما رفیقشه دیگه چی سازش؟ پیت؟ پیت آهنگ مضمون پشت زنش داره خب مثلا میگه نمیدونم آهنگ میزنه این میخونه خب دو میگم بیت همون دیگه منم همون رو میگم شما خودش نمیزنم زیاد تو فضای اینترنت هستی شما بله خود شما سرت به کار خود باشه پسر جان بشنم رو بچه برای دادن برگهاتون اصلا عجله نکنید تا وقت دارین بنویسید
یه جبه به جا خط زدی با فکر میکردم اشتباه برای چی فکر میکردی اشتباه؟ درست رفتی مسیر رو برو وقت هست بشین درستش کن. چشم. آقایون فقط 5 دقیقه وقت مونده. فقط 5 دقیقه. کسایی که وقت تموم باش. چه خبره ساکت؟ نظم جلسه رو به هم نزنید. نظم جلسه رو به هم نزنید بچه‌ها. ببرش آقا این صابون بستر یه جوری ببرین. علی آقا. علی آقا. بچه وقت همه برگاه بالا. گفتم بالا. ننویس آقا. برگاه بالا. اگه تو برگه رو اندشی تقلب نبود حالا شما اندشون تقلب شد. من که اصلا برگه هم سفید دادم. خودت هم میدونی همه رو کوتاه. حالا درستش یکی دو بودی؟ آره 200 تومن دیگه 200 تومن آقا موزه آقا مطمئن خود بریم حالا بعد صحبت کنیم چند ساعت شروع کنیم چند اینجوری آقا اشاره دادم اشاره نه دیگه 200 بعد بیا بریزیم به حساب 200 به حساب نه دیگه 200 بعد وگرنه متفرقه یا شبانه یا ترک تحصیل. آقای ریاحی اگه نمیخواستن حرف بفهم باشن کارشون به اینجا نمیکشه. پدر ما رو در آوردن بابا. یه چی داری بهت گفتم بفرمایید شما آقای نمازانی. شما هستی که حالا بعدا صحبت می‌کنیم. من اگه نداره چند دقیقه صبر کنم شما خیلی ممنون. آقا من چیکار کنم آقا فیشام ببین غیر انتفاعی من اسم گفتم
کسی چی شده جدید چی؟ اوضاع خرابه. دیشب مجبور شدم بهش بگم. به کی بگی؟ سعید دیگه. حالا میذاشتی بعد امتحانا بهش میگفت. برای چی الان بهش گفتی؟ حالا چه عجله‌ای بود؟ خودش یه چیزایی بو برده بود. پرسید منم دیگه کتمان نکرد. خب چیکار کرد؟ لج کرد ورقشو سفید داد رفت. سر دیوونه. همین کارمون میده. الان چیکار باید بکنم؟ خودم جاش میتونم بنویسم؟ مگه میشه؟ باید خط خودش باشه، باید تو مدرسه تحصیل بشه. شنبه باید لیستا رو رد کنیم بره همین امروز رو آقای معتمد لطفا تشکیل دفتر. سر دیوونه زده دیشب همه شیشه‌های کمکش کرده. ای بابا. مادرش بدجوری نگرانه، منم همینطور. تو برای چی نگرانی؟ من نگران این وضعیت نباشم. نگران اون رفیق الدنگ لا پسر غلام. برگه اون امروز ازش گرفت. چیزی هم نوشته بود؟ چه میدونم آخر وقت بوده دیگه، رابط هرچی بلد بوده نوشته. اولاک کردی ها، از این رفتی اونو گفتی، از این برگه اینو گرفتی، برگه اون یکی رو گرفتی. زن میخوای چه کنی؟ حالا اب نداره. ببینیم چی میشه، درستش میکنی. حالا شاید بدم اصلا کلا برگه ها رو ببریم. ولی باید کسی نفهمه، مخصوصا این سوتوره. باشه دست دارم. بذار یه دقیقه اینو اینجا من یه صحبتی باشه. بچه بود این مشکل. غلام با تو هم وایسا کارت دارم. وایسا بهت میگم. به مجلس مستن چشم بد روزگار بش آقا محترم دست گلت در نکنه. خیلی هم عجله نکن. قول نباش من دارم خودم این چاله در میرم، تو داری خودت میندازی تو این چاله. قصه نخور درست ان شاء الله جبران کنه. بهت زنگ میزنم. خیلی ممنون. قربونه. الو جانم آقا رسول. آقا شیشه ها رو چجوری شکستن؟ بچه‌ها دیگه. آقا اون یکی هم میشکستن دیگه، سه تاشو عوض می‌کردی. آقا کی وقت می‌کنی حساب کنیم ما بزنیم؟ بتونه دور شیشه‌های نورگیر ریخته چکه میکنه یا اصلا خیلی وقت شیشه‌هاش هم دلم خواهد ببینم. یه موتوری بود گوله رفتش پایین. یه پسر تخمق تو گوله رفت با یه موتور زردم بود. بعد از سن ادامه یه برو آقا خوش بزنم بهت.
آقای کسروی آقای کسروی جانم. آقا سلام علیکم. آقای کسروی کسایی هستم مادر جانم. من برای خاطر این بچه‌م علیرضا یه وقت نمره کم آورده، میترسم هم وقت رد بشه، پدرشم بیکاره، نمیتونم جبران خرجشو بکنم. درس نمیخونه اونجوری که باید. من براش بدم دختر همسرمو میگم بهش کمک بده، شما یه مساعدت بکنی. حالا من واقعا هر کاری دستم بر بیاد چشم، ولی امسال من نمره دادم، سال دیگر میخواد چیکار کنه؟ سال بعدش انشاءالله که بتونیم بعد هم باهاش کمک داشته. چشم مادر جان، چشم. هر کاری دستم بر بیاد انجام. تشکر. چشم. حرف شما رو چشم. خدا نگهدار. خدا. سلام آقای کسایی. سلام آقا رسول. چرا اومدی پایین؟ طوری نیست. چی شد؟ طوری نیست بابا، هول نکن، طوری نیست. رنگه. داشتم رانندگی میکردم یه موتوری زد و رفت دیگه. بیا بریم با هم یه دوری میزنیم، یه خودم حرف میزنم. جای تصادفی چیزی نبود، مطمئن شدی؟ آخه چجوری اینو؟ بابا دارم بهت میگم خب زدم در رفتن دیگه. عجیبه ها، حرف من باور نمی‌کنی. خب بگو ببینم چی شده؟ چی بابا، سعید امروز سر جلسه امتحان لج کرد، هیچی ننوشت، برگشت سفید داد رفت دنبال اون هلتنگ. هلتنگ؟ همین پسر رفیقش موتوریه غلام. حالا درستش میکنه. با معتمن حرف زدم، میتونه دوباره امروز بیاد خونه من امتحانشو بده، بعد با خط خودش بنویسه. برگه هم الان همشون میشه من. اون تو این وضعیت که خونه تو نمیاد امتحان بده. چاره چیه؟ اگه میخواد قبول شه باید بیاد. حالا خب من میام خونه شما، به هر حال هر کاری میکنیم همین امروز بعد انجامش بدیم. امشب میام جلوی در خونه برگه ها رو بگیرم ببرم. حالا الان ولش کن، معتمن باش حرف زده، یه خود بهش فرصت بده. میخوام ببینم کجاست. معلومه دیگه عزیزم، با اون لنده بود. تو از کجا میدونی؟ دونستن نمیخواد، همش با اونه، صبح تا شب داره با اون میچرخه. واقعا دلم میخواد یه جوری بشه، یه چیزی بشه که این سعید از این جدا شه. نمیدونم چی کار باید بکنم. بلم بگو بیان امتحانشون برن. اون نیاد اینم نمیاد دیگه، اینا دومشون به دوم هم وصل است. بابا اصلا الان کار غلامم باشه اب نداره، مهم نیست. مهمتر اینه که بیان امتحانشون بدن، این آخرین فرصتشونه. این پسر دیوونه است واقعا این کارا رو میکنه. خب که تحصیل میشه، نمیدونم عصبی شده حتما انقدر. اصلا تحصیل نمیگه تو بخواد ترک کنه. من سعید دارم تعجب میکنم. سعید الان اصلا تو وضعیت خوبی نیست. نمیدونم، اینجوریه دیگه، به باباش رفته، با قهر کردن آشتی میکنه. نه اینکه بخوام الان بد جنسی اینو بگم، ولی اصلا به نفع سعید غلام بیفته بره به کارش. والا این بچه اصلا واسه آینده سعید خیلی خطرناکه. سلام علیکم. نه فقط رو. نه بفرم. بفهمی قبضتان؟ من نام بچه ها. جان؟ من نام بچه ها. این دشت بچه ها. خب خورده الان همراه میرس. درست شما بفرم آقا. بزن این صندوق صدقه. بابا خب الان پول خورد ندارم بر بهت میدم دیگه. دیشب اصلا نخوابیدم از نگرانی. همین تو فقط دارم تون تایپ میکنم دیگه. تمام انگشتام درد گرفت. میتونم کمکت کنم. زبانم خوب نیست، تایپ هم خوب بلد نیستم علی. این که گفتی یعنی چی؟ راستی که میگی باباش با قهر کردن آشتی میکرد یعنی چی؟
الان اصلا نمیخوام بهش فکر کنم. بیا یکم در مورد این چیزا حرف نزنیم. باشه. والا. من چشامو میبندم ولی گوشام متوجه از اساس صندلیتو تنظیم کن بگی بخواب. نه تنظیم. ببین راحتم. من فقط چشامو ببندم. نمیخوام بخوابم آخه. خوابم نمیاد که. بهتره ها. بابا نمیخوام بخوابم. الان خوبه؟ آره خوبه. مرسی. خوبه. چی شد پس؟ کجا هستن اینا؟ ببینم رفتی دکتر چی گفت؟ والا چی بگم؟ گفت عین کارهایی رو که امروز کردم تو کل زندگیم نباید بکنم. عصبانی نشم، زندگی آرومی داشته باشم، هیجان زده نشم. چه می‌دونم؟ چقدرم که الان زندگیمون آرومه. این داستانا اگه ان شاءالله تموم شه فکر کنم بالاخره یه زندگی آرومی رو ستایی شروع می‌کنیم. باشه ولی لطفا بزن دفعه من با سعید حرف بزنم. نه به نظرم ما باید با غلام حرف بزنیم اتفاقا. اون اصلا دل خوشی از من نداره. دیروز اومده بود دنبال سعید، من بجور باشه وقت حرف کردم اصلا. چاره‌مون چیه حالا؟ بالاخره که باید بیان امتحانشون رو بدن. امشب میان برگه‌ها رو میبرن. چیکار باید بکنیم؟ من الان زنگ بزنم بهش چی بگم با این بلایی که سرت آورده؟ ما که مطمئن نیستیم کارمونه. حالا بفرضم که باشه، راه دیگه‌ای نداریم. این وسط بزرگتر ماییم دیگه. عقلمون که نمیتونه بره دست دو تا بچه. غلام بیاد، سعیدم بچه منطقی پشت سرش میاد. این داستانا بالاخره خوب و خوشی تموم میشه میره کار. باشه میزنم. الان بزن. الان نمیتونم. میرم خونه از اونجا زنگ زدم. الان دلشوره دارم نمیتونم آرومش کنم. میرم خونه زنگ میزنم. خیلی خوب باشه. چی شد؟ چه وایسا؟ برق رفت؟ نه بابا. چی شد؟ چیکار کنیم؟ چه میدونم لابد موتور برقی چیزی باید باشه دیگه. من لامپاشو کار میکنم. خطرناک نباشه. چه جوی؟ خطر چیه با فوقش پیاده میشین دیگه. این موبایل منه. این آلارم قرصمه. خیس شده بود روشن نمیشد. نه خیرم این موبایل منه. با قرص تو تنظیمش کردم. برم؟ اینکه وقتی زنگ میزنی یادت بیاد. پس تون قرص میکنم. دنیا رو میبینی همچین جایی ها. دور برمونی همه آبه ما. یه قطر آب نریم قرص هم باش بینیم. مثل خونت دیگه دور برش پر دکل موبایله ولی خط نمی‌کنه. من اصلا یه چیزی خورده. نمیدونم ما کی ولی بخور قرص تو دهنته. بخور بعد من میخورم. بخور دیدم. بابا میخورم. تو فکرم زمین دماوند رو بدم درخت سیب و گردو بکنم. 2 اتاق خوشگل کوچیکم روش دارم. 3 تا. چرا؟ پس چند تا؟ چند تا؟ من و سعید با همیم. مگه ما با هم نیستیم؟ اگه قرار با هم باشیم که اون وقت دیگه اگه؟ چرا اگه؟ نه میگم اگه قرار با هم تو باغ باشیم که دیگه ولی من اتاق خودم رو میخوام. الان دوباره مایلت خراب میشه. بشم شده دیگه. بابا من غذام رو گازه. الان بچه‌ها میان پشت در میمونن. از آن میشه اسم تخت بگی بخواب. فکر هیچی هم نگران سعیدم نباش. به خود الان به هم ریخته از حق هم به خودش و تو و تنهاییتون خونه عادت کرده نیست. تبریزم باباش تنها. باش کنار میاد. من باش کنار میاد. این تو درس مشقش هم نکن. با من میدونم تا اگه مطمئن نبودی سعید شاگرد خوبیه به خاطر هیچ کس این کارو نمی‌کردی. اون غلامم من خوب اشتباه کردم. من نباید بشم. نباید بیرونش می‌کردم. دلم نمی‌خواست اینطوری بشه. سلام. خسته نباشید. مدارک ماشین محبت کنید. چیزی شده جناب سرمان؟ مدارک محبت کنید. بفهم. محبت کنید تشریف آقا بیارید کراکری.
لامو سرمان طوری شده بخون تشریف بیارین کلانتری بفرمایید. لا گل بود به سبزه نیز آراستش. کلانتری برای چی؟ چی شده؟ چه میدونم لابد تصادف کار دستان داده. مگه تصادف کردی؟ نه منظورم این خونه‌های لابد یکی زنگ داده گزارش داده دیگه. مشکوک شدن احتمالاً. بریم داخل. کاش که اصلا نمیشستی اول. آقا تو بالاخره آخه یا امروز میدونم چه راه رفتن. نه جای خط و خش، نه جای ضربه فرو رفتگی قوری چی نیست. بالاخره تصادف که وقت خون نمیشه. میدونم چیزی نیست، فقط امروز خاموش کنید تویش محبت کنید. این آقا با چاقو رو ماشین خط کشیده. چاقو تو همش گله داشتن ما رو همیشه نمی‌داریم ماشین. چون دیگه انگشتر با چاقو خط کشیده میشه. دیروزو داری؟ کجا گرفتی؟ بس بخش خانمم لازم اینجا بود. خسته شد. سلام. موضوع کار باشه بابا. ببخشید جناب سروان، خانمم هم لازمه که بمونن. ایشون کاری دارن، عجله دارن باید برن حتما. بیا من ببینم. شما مشکل دارید مثلا ببینید. بودم. چرا باید ماشین رو داشته باشم؟ من با ماشین شما با بیرون رفتم. تو فکر بودم. حسودی میشه من سلام آقا. سلام علیکم. شما مدارک خدمتتون هست؟ نه متاسفانه نیومد. مدارک من هست خدمتتون. کپی صفحات 1 و 2 شناسنامه هم هست اگر بخواید نگاه کنید. شما شغلتون چیه؟ دبیر هستم معلم. کجا؟ همین دبیرستان این بالا خیابون. آقای کسایی؟ بله. خانم میتونه تشریف ببره. خانمش کنه. خیلی ممنون. خیلی ممنون. حالا این ماشین رو جام کسایی موضوع خون چی بود آقا؟ حالا من داشتم میرفتم ناقافل یه موتوری کیسه خون زد به ماشین رو در رفت. فشاری که اونجا میدادید موتوری رو میشناختین یا به کسی مظنونی؟ نه والا من اصلا ندیدمش. بعدا که وایسادم پیاده شدم یه نفر گفت یه موتوری بوده که زده و رفت. کردی چرا کامل می‌کنی؟ بی غیرت. تمام تلویزیون چرا رسیده چه زدی؟ چون که مسئله خونه و گزارش شده باید رسیدگی بشه. نه اینکه ما به حرفای شما اهمیت ندیم ولی قانون دیگه باید رعایتش کنیم. بله حق با شما. خب ماشین خدمتتون بمونه جناب سروان، ولی اجازه بدین من با اجازهتون مرخص شم که این برگ امتحانی بچه‌ها که دستمه اینا رو سعی کنم امشب بفرستم بره. ایراد نداره جناب سروان، خودشون میتونه تشریف ببرن. خیلی ممنون. این برگا تو این جعبه است. من با اجازهتون پس اینا رو برمی‌دارم. اصلا نمیخواد جناب سروان، نمیخواد. چون مسئله زیاد مهمی نیست. ماشین هم میتونم ببرم، مشکل نداره. خیلی ممنون. سویچر بهشون بدین آقا. خیلی ممنون. دست شما درد نکنه. لطف تو کردید. ناموس میگی که من تک فقط با عرض معذرت مدارکتون اینجا میمونه تا شنبه. شنبه یه تماس بگیریم بیاین از ما بگیریم. باشه چشم. ضمن جام کسایی خواهرزاده من از شاگردای شما بوده. الان دانشگاه شریف قبول شده. الکترونیک تعلیم می‌کنه. آفرین. اسمشون چی بود؟ بهزاد پاشایی. بشناسید. بله از شاگردای خوبم. همیشه ذکر خیلی شما بوده. سلام. خوشحال شدم بهشون خواهش می‌کنم. بخیرتون هستم. متشکرم. فرمایش ندارین؟ متشکرم. خدا نگهدارتون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. الو پونه جان سلام. نه حل شد چیزی نبود. تو چیکار کردی؟ پیداشون کردی؟ نه تلفن خونه خرابه. خب فرصت نکردم هنوز. پیداشون کردی؟ چی گفت؟ دوباره بهشون زنگ بزن. نه دوباره بهشون زنگ بزن. انقدر بزن که برداره دیگه. چاره‌ای نداری باید پیداشون کنی. من حالا دارم میام. تو بگیرشون یه دم بگیر. قربانت. میبینمت. خداحافظ.
علی آقا سلام. سلام آقا. خسته نباشید. خدا قوت. قربون شما برم. زنده باشید. علی آقا جون کار من حاضره؟ بله قربان. دست گلت در. فقط یه خود خاکی شده اینجا دکان ما کوچیکه. فدای سرت. نداره. آقا رضا ببخشید خود خاکی شده. دست گلت در. زنده باشید. علی آقا جون چقدر با تقدیمت کنم؟ قابلی نداره. بابا تو رو خدا هر بعدی آوردید این الان چیزی نیست. نمیشه بیاین دیگه. شو کنم. در خدمت هستم. میام خدمت. قربان جان. آقای کسایی این آقا رضای ما با شما کار داره. آقا کسایی سلام. سلام آقا رضا. پشتیبون بودم. کارتامو دون میدادم. دیدم 2 نفر بالای پشتیبون شما بودن. حواستون باشه. کی؟ همین الان تا من در رفتم پشت کوله قایم شدن. دست گلت در نکنه. خداحافظ. آقای کسایی کاغذ کادو برای کتابتون میخوام. گل بنفشه خوبه. پس این 2 تا بند حذف میشه. بعد 2 تای دیگر رو من براتون ایمیل میکنم. شما لطف کنین زحمت بکشین جایگزینش کنین. مانسترم باید درست کنم. آها شما اینجا نوشتین Obever my lord of jealousy it's the green
آید مانستر بعد بنویسیم آی مانستر. نزدم آید درسته. آها ببخشید. قربانش حالا ما موضوع واسه توضیح دادیم. کلمه حسادت یه جوری تشبیه شده به غول سبز چشم. بله میدونم. نه اون که درست نوشتیم. اون درست نوشتیم. خب مشکل دیگه نیست. نه. سلام. من اینا تموم شد براتون پیک میکنم دیگه یا ایمیل میکنم. آره ما همون ایمیلی با هم در تماس باشیم بهتره. باشه. باشه. ببخشید. خواهش می‌کنم. خدا به سلامت. خیلی پیش. چیکار کردی پیداش کردی؟ والا من رسیدم اینا پشت در بودن. سعیدم که اومد بدو یه دقیقه نه سلام نه خدافظ دوید رفت. یه زنگ دیگه بهش بزن. موبایل گرفتم واسه یه همچین روزایی که جوابم نده. با قولان باید صحبت کنم. آره من الان میرم آهنگری هر جور شده پیداش میکنم. یعنی اگه اونجام نباشه یه جوری آدرس خونه‌شو پیدا کنم. کنم. سعید دیگه بگیر. جوری دیگه این سعید. نه صبر شماره غلام به من بده. آخرین شماره غلام. بر نمیداره. الو. اینا بر نمیداره. نه فایده نداره. بذار من برم دم آهنگری پیداش میکنم یه جوری دیگه. یا صبر کن. سعید. نمیشه. پونه جان. ببین این برقه امتحانی غلامه. خب ببین تقریبا نمره رو میگیریم. مثلا اینجا الان راهو درست رفته جوابش اشتباهه ولی من نمره رو بهش میدم. اینو به سعید نشون بده بگو اینقدر رفیق بازی میکنی رفیقت نمرهشو میاره. امتحان ندی خودت بدبخت میشی. بگیر. باشه. فقط یه چیزی. یه وقت شیطنت چیز نکنه دستت قاب بزنه بره های. نباید گم و گور شه. نه حواسم هست. مسئولیت داره. من الان سری میرم برمیگردم. من چیکار کنم الان؟ یه چای بریز بخور من الان زود میام. نه. این چی می‌خواستی درست کنی؟ کتلت. برو من ترتیبش میدم. برو. ببین بذار میام خودم نه درست میکنم. برم ببینم. برو. قبرستون اومدیم چیکار توی شهر؟ قبرستون میرم چیکار؟ نمیدونم. پیاده شو. حالا که نمیدونی چی وایسا من برم بیام. کجا میری؟ من سر قبر آقام یه فاتحه بدم. خب باش منم برم یه فاتحه بدم. نه وایس میرم میام. منم برم یه فاتحه بدم دیگه. میخوام ماشو کلم حرف بزنم. حرف بزنی؟ حرف زدن باش. آره اینجا چیکار می‌کنی؟ اومدم اینجوری. چرا ناراحت میشی بعدت بود؟ آخه یه جوری گفتی انگار مسخره کردی. چه جوری گفتم ببخشید. آخه خب سخته ندیدم یکی که مثلا از دنیا رفته باش حرف بزنی چطوری میشه؟ خب اونجوری فکر کنی نیست. چه جوریه؟ ولش کن. خب بگو به خدا فقط می‌خوام بدونم چطوریه؟ میدونی خدا بیامرز بعضی وقتی یه کارایی میکرد کارگر بود کم سواد بود دیگه. من خجالت میکشیدم. یهوی وسط جمع کاسه ما صبح انگوش میلیسید
یا موقع چای خوردن خورد می‌کشید. منم خجالت کشیدم. ولی الان می‌فهمم آدم اون بود. خیلی باورتر از این باسوادای. برام براش نمی‌شه. مادر ازش اجازه بده. بگوشیم بریم. بدون غرض و قاضیاری داره برفا پوشیده آدم خودش راهشو پیدا میکنه صبور. خب حالا فهمیدی چیکار کنی؟ از وقتا پول شربتیه نشدیم واسش بخریم سرفه میکرد سر کارم که نمیتونست بره همین بیمراما زنده بگورش کردن فامیلامون نبودن الان جنازه‌ش رو زمین مونده بود. من تو محلمون سر کوچه که میرفتم 4 تا رفیق نمیدیدم حالم به هم میخورد. ولی این نامردا یه طوری کردن که واسه غربتی رو دارم حالم از تهران به هم میخوره. غلام جون غلام یه چی بگم؟ بگو داداش. ولش کن اصلا خجالت نکش. بگو دیگه من نه خیلی نه اینکه نخوام بگم به خدا سخته برام. من صبح که پا شدم دیدم تو تخت مادرم بغلش خوابیدم حالم گرفته شد خجالت کشیدم. ناراحتی نره که من دوست دارم به جای اینکه سنگ قبر آقام بغل کنم برای یه دقیقه هم شده خودشو بغل کنم نمیفهمیش. خب باز تو یکی رو داری باش حرف بزنی بغلش کنی. من چی من کیو؟ اون از بابام اینم از مادرم. اینو همون اولش هم بهت گفتم یادته خودت لطف کردی پشت گوش انداختی. خب انصافا خودت بودی به ننت شک می‌کردی میگفتی به مادرم شک کنم. سخت بود دیگه چطوری شک کنم به مادر. حالا کاریه که شده مهم نیست درستش میگم. رفتم سر قبر آقام وجدانم راحت شد. آقام بهم گفت حق تزیین نامردا بگیر. برش کردم. چریم؟ چریم؟ سلام استاد. سلام. 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 استاد این همون رفیقم میگفتن دنبال کار میگرده. هم کلاسته؟ بله استاد. اسمت چیه؟ سعیدم. بعد دیگه آورش به شما نمیخوره. استاد این شاگرد سرنگ 1 سال 2 سال کرده اومده بالا. قیافش به این کار نمیخوره که. منم بهش گفتم رو اومدیم اینجا سلام با شما کنیم. بعدا میاد یه کار ردیف میکنیم دیگه. باشه ممنون است. الو. حالا یا قبضه بیاد کاپشن شلوار ردیف لیاسم. کاپشن فستی کم دیگه سر یول لیاسم. این موهات ژر زدی واسه خودت دردسر در میاد. به فکر یه لقمه نون باشیم. غلام. جون غلام. اینا مریض نمیشن آفتاب نمیبینن؟ یاد نمیمونن اونا اینجا. استاد یکیش مرده. کار نداشته باش شما. غلام جلو آقا نیستی. سلام. 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 بفرمایید. سمرا. بفرمایید. دوستان واسه قربونی داشتم. مثلا میتونید زحمت شوکی واسه هم قربونی کنید. کار ما مرغه. یعنی شما میتونید کمکمون کنید. دست پای ما پاکیزه نیست آخه. راستش این قصابمون نیستش. ما هم که راهمون دوره. تو این زمان بسته رو بخوایم ببریم خیلی طول میکشه. میتونه کار نوار ردیف کنی؟ استاد گوسفنده. انگار یه مرغ گنده است دیگه. نمیخواد تو کارت پیشرفت کنه؟ چرا استاد؟ دست پاش میبندی، آب بهش میده، بسم الله میدی، شارکشی میزنه. باش استاد. برو زود بیا. سیلیج موتور یادت نره. شما با هم فرق میکنه. سلام.
بفرمایید. مرغ قربانی داری؟ بله. دونی چنده؟ دونه 15 تومنه. اشکال نداری پس هم بگی. شما بالا تشریف داشته باشین. خواهدتون یه دونه این مرغا بگیر بیار. بگیر پدر سیاره دیگه. ببر بشیاله. آقا غلام اینجا چیکار می‌کنی؟ همیشه باید آوردی منو ببری؟ این چیه دستته؟ شطوره. من اومدم اینجا باید حرف بزنم، هم با تو هم با غلام. آقای کسایی مدیر رو راضی کرده. امشب میرین خونه‌اش، میشینین درست امتحانتون رو بنویسین. آقای کسایی. خب چرا نمیگی فرهاد؟ خب فرهاد چه فرقی میکنه؟ مگه من چیزی واسه قایم میکنم؟ نه فرق نمیکنه. هیچ فرقی نمیکنه. تو مرگت چیه؟ من نمیفهمم. من فقط میدونم اینا لطف کردن یه راهی پیدا کردن. مجبورم نیستن میان اینجا ناز شما رو بکشن. شما با خودتون به فکر خودتون باشین دیگه. خودت چرا زدی به نفهمی؟ من امتحان نمیدم. همین مونده با من اینطوری حرف بزنی. خجالت نمیکشی اینطوری حرف میزنی؟ میخوای با سرنوشتت بازی کنی؟ سرنوشت منه. سرنوشت تو که نیست. مگه من و تو داریم؟ آره الان دیگه داره. عاقبتت میشه اینجور کارا. کار دیگه چیه مگه؟ کاره. سعید جون عزیز دلم نمیدونم چجوری بهت بگم. تو الان جوونی اینجوری میبینی، زندگی اینجوری نمیمونه ها، سخت میشه. سعید من مادرتم، بعد تو که نمیخوام. بالاخره بیشتر از تو زندگی کردم، این چیزا رو میفهم. یه خورده الان عقلتو به خرج بده، یا اون راحت رو پای خودت وایسا بدون احتیاج به کسی، مثل یه مرد. ولی من میدم بچه رو مشتری الاف کردی. مرد به اینا میگن که اینجا کار کنه. من به اون میگم مرد. مگه اینجا همدردی نیست؟ اینا دارن اینجا چیکار میکنن؟ قربونیه کمک خرجی دیگه. میخوای کمک خرجت مرغ سر ببری؟ بیا برو امتحانتو بده. چرا نمیفهمی؟ من می‌خواستم امتحانم بدم، همون موقع می‌نوشتم. قابل نداره خانم. شما پیریزن هستی 14 تومن بده. میذارم برات پلاستیک راحت بده. خیلی خوب. من از فرهاد خواهش میکنم اون بیاد خونه ما، خوبه؟ نه خیر، لازم نکرده بخاطر من از کسی خواهش کنم. صبر کن ببینم. تو ریاضیاتت خوبه. فرهاد میگه یه چیزی رو یه بار توضیح میده میفهمی. من اگه میدونستم نمیتونی اصلا بهت فشار نمیوردم، ولی تو میتونی. باید بیای امتحانتو بدی. میدونی اگه امتحانتو ندی چی میشه؟ یا باید ترک تحصیل کنی یا بری شبانه. اینو میخواد؟ بابات همیشه میخواست تو مهندس شی. به خاطر اون بیا این کارو بکن. راستی چرا یه دفعه یاد بابا افتادی؟ آدم که نمیتونه همیشه تو گذشته زندگی کنه. خدا اینجوری خواسته. مهم نیست، من برنامه دارم. چه برنامه داری؟ بگو ببینم برنامه چیه؟ به خودم مربوط. با من اینجوری حرف نزن. من دیگه نمیتونم تنهایی ادامه بدم. تو دیگه مرد شدی، دیگه این چیزا رو باید بفهمی. بزرگ شدی. من دعا کردم یکی بیاد، فرهاد اومد. تا اینجا زندگی رو رسوندم. دیگه نمیتونم تنهایی. نمیشه. سعید نمیتونم یه سال دیگه خرج تو رو بدم که تو دلت میخواد با من لجبازی کنی. غلام نمره میاره. فرهاد گفت. یعنی اگه یه ذره بهش ارفاق کنه نمره میاره. اونو بخشید اون وقت با تو دشمنی کنه. اون
خیلی آدم شریکی. میدونی کاری که امشب داره میکنه چقدر برش سخته؟ خیلی اینی داره به هممون لطف میکنه. واقعا داره به هممون لطف میکنه. هیچ کس واسه هیچ کس هیچ کاری نمیکنه. اگه مرد شریکی بود تقلب نمیداد دلتا به دست بیارم. تقلب به کی داده؟ تقلب چیه؟ به من داده، غلامم دید. محال ممکنه. همچین آدمی نیست. غلام اگه پارسال رد شده خودش نمره نیورده. فرهاد میگه اگه الکی هم بهش نمره میدادم سال بعدش میموند. خب هر کی واسه یه کاری ساختم. ولی باز باری کلا بهش که فهمیده حداقل این روزا یه دیپلم لازمه. تو اینم نفهمیدی. ببین اگه نمرم داده ترسیده. ترسیده؟ آره. از این الف بچه ترسیده؟ الف بچه همین الان به من گفتی مرد شدی. غلامم 2 سال من بزرگتره. بچه نیست که. مرد شدن که به این چیزا نیست. مرد شدن به تصمیم درست گرفتن. برگه غلام. یه ذره بهش فکر کنی نمره میره. من نمیدونم. اون قبول میشه میره تو میمونی. یعنی هم از کلاست میمونی هم از هم کلاسیت میمونی. خیلی ممنون. دست درد کنم. قربون آقا دست درد کنم. خیلی ممنون. خداحافظ. خداحافظ. سلام. سلام چیشان؟ فرهاد تو به کسی تقلب رسوندی؟ چه تقلبی؟ نمیدونم سعید میگفت. ببخشید میشه لطفا یه بار کیفمو بیاری؟ آره. دست درد بشین اینجا. این تقلبه نوشتم با سرنوشت خودش بازی نکن. خب چرا اینو بهشون نگفتی؟ چی باید میگفتم؟ اگه اومدن اینو بهشون نشون بده. توضیح دیگه ای ندارم بدم. تا همین الانشم زیادی. میان بالاخره یا نه؟ چرا رنگت پریده؟ حالت خوبه؟ آره خوب. فکر کنم فشارت اومده پایین. نه خوبه. بذار یه آبغن بزنم. نمیخواد الان. چی شدن اینا؟ تو همه کارا رو کردی که فرهاد تو نمیشه یه بار دست خالی بیای. حتما یه چیز برداری با خود بیاری. اون کتابیه که دوست داشتی. قابل تو رو نداره. ساعتم بیا اینو بخور. ساعت چنده؟ درسم بیان الان برای برگه ها دیر شه. من با سعید حرف زدم. فکر کنم قانع شد. ولی نمیدونم چون داشت با غلام حرف میزد. فکرم وای نستم بیان بهتره. خدا کنه که بیان. یعنی تو نمیدونی بالاخره میان نمیان؟ نمیدونم به خدا. من به مؤتمن قول دادم اون سر وقت میاد آدمه. فکر کنم قانع شد. فکر کنم بیان. سلام ماما بیا تو. سلام بفرمایید. بفرمایید. سلام بچه‌ها. بفرمایید. سلام. خوش اومدید. باریکلا خیلی تصمیم عاقلانه‌ای گرفتید. بشین. زیاد وقت نداریم. نه اینکه بخوام عجله کنیم برای جواب دادن ولی هرچی میتونی سریعتر بنویسین. بسم الله شروع کنیم. بچه‌ها شام حاضره. اگه گرسنتونه یه چیزی بیارم بخورین. نه نمیخوام. تعارف نکنین. اگه دلتون ضعف میره بعد یه چیزی بخورین که بهتر بتونین امتحان بدین.
چرا نمی‌نویسی غلام جان؟ خودکار نداری؟ بزن. بیا سر جلسه اینا رو نوشتی. وقت زیادی نداریم، فقط همین رو پاک نویس کن بره. سعید جان بنویس عزیزم، وقت نیست. بنویس. جانم رسیدی؟ همون کوچه که تشریف بیاریم پایین، برای میدون پلاک 4 زنگ 1. بله من منتظرتون هستم. باشه قربان شم. بچه اومدن برگه ها رو ببرن. نه درست رفتی، همین ادامه بده. بله برو بعدی. ببخشید بله یه چند لحظه صبر کن. از این راه درسته. آقا سلام. حال شما خوب؟ خیلی ممنون. بله الان میام خدمتتون چند لحظه. بعد ببخشید معطل میشینم تو خدا. شرمنده. الان میام. سعید تو تمومه. ببین برگردم بنویسونم. همین اینو بنویس. آره درسته. خب خیلی خوب این کافیه دیگه تا همینجا بس. خسته نباشی بچه. خیلی خب حالا دیگه وقت شامه. این امتحانم دادین خیالمون راحت شد. کجا پا شدی؟ شام خوردیم ما. بشین مامان جان، من شام درست کردم. چی خوردی؟ از چیز خوردیم با غلام.
او عصری تا الان بابا شما جوونی. بعدش هم مامان جا مهمون داریم. کمک کنم. سعید میگه همیشه با هم میرین کتلت میخوریم. ساندویچ کتلت. دیگه خیالم راحت بود که این غذا رو دوست داری. حالا اینو بخور ببین این خوشمزه تره یا اون ساندویچایی که اونجا میخوریم. بفهم. خواهش می‌کنم. بله. باشه. سعید جان ماما اینو ببر پایین کیفو. ما اون موقع‌ها که امتحان میدادیم بعدش خیلی گرسنمون میشه. شما رو نمیدونم. با شما میشه. آره؟ آره دیگه. اینا نمیشه یه بار بیان اینجا دست خالی بیان. اینجا همه چی بوی خوب میده. مامان جان عزیزم میخوای بری دستتو بشوری این کاپشنت هم دراری؟ خسته نباشین بچه. به قول خودتون دمتون گرم که عاقلانه فکر کردیم ولی امتحانتون رو دادیم. خیالم راحت شد. آره واقعا. ما یه لقمه کنیم باید زود بریم فقط. کجا بریم مامان جان؟ آره امتحان داریم. با نیلی قرار گذاشتیم درس بخونیم. باید زود بریم. مگه فردا جمعه نیست؟ شنبه امتحان داریم. خب حالا غذاتون رو بخوریم بعد میریم. بچه ها صرف نکنیم بخوریم بچه بخوریم. سجید که نومم شنیدید میگن که صبحونه رو باید تنهایی بخوری نهار رو با دوستت دشمن رو باشم شام تنها با شامت
صبحونه رو باید تنها بخوری، نهار رو با دوست، شام رو با دشمن. خب این یعنی چی؟ نه منظورم اینه که چون میگن شام رو باید کم بخوری به خاطر همینا گفتم، ولی این انقدر خوشمزه شده که فکر نکنم بشه کم خورد. بخورین که مثل این کتلت هیچ گیرتون نمیاد. آره دیگه، اگه بخوایم اینجوری حساب کنیم اینو باید بگیم ناهاره، چون ما همه با هم اینجا دوستیم. خب ما دیگه باید بریم، دیرمون شده. کجا مامان جان؟ دوستت هنوز داره غذا میخوره. نه آخه دیرمون شده، باید بریم. الان بریم. بس شما درد نکن. خواهش میکنم. بریم پوشا الان نگذاش به کتتون برسیم، میارم مامانت خونه تنها بود. اون جا که باید وایسی میره، اون جا که باید بری وامیسی. الان که کنه من خرم، من آورد اینجا تو اینا تو رو که قبول میکنن، هم آقاته هم معلمته هم درگه تقلب دار. تا آخرش باهات هستم، تنهات نمیذارم که. گفتین کار تموم میکنیم، خب تموم کنیم دیگه. من مهم آشتی بکن نیستم، بچه که نیستم، حالشو میگیرم. تا زهرم بهش نریزم آروم نمیشم. مرتی که عوضی این چقدر به من ضرر زده، من حالشو میگیرم خاطر 25 صدم. بیرون نیا دیگه، سرده. بیام برسونمت. یه ذره راه دیگه. تو بیا منو برسونی، اون وقت من دوباره باید بیام تو رو برسونم، بعد دوباره اون وقت تو باید بیام منو برسونی، بعد من دوباره باید بیام تو رو برسونم. هیچی دیگه، صبح شده هیچ کدوم نرسیدیم خوبه. امروز خیلی خسته شدی، برو راحت بگی بخواب. دلشوره دارم خیلی. چرا؟ نمیدونم، هر وقت این سعید با این پسره میره بیرون من دلشوره میگیرم. اصلا یه جوری بود، با تو هم امشب یه جوری بود این غلام. زیاد نگام نمیکرد، ولی وقتی موقعی رفتن چشمم افتاد تو چشش هیچ نشونه‌ای از آشتی توش نبود. من باید میامدم امتحانشو میدادم. برو بگی راحت بخواب. کاری داشتی زنگ بزن. شب بخیر. رسیدی خونه زنگ بزن به. لیزر میندازم.
نه واسه کسی معلم میشه، نه واسه تو بابا، نه واسه مامانت شوهر. چیکار میکنه؟ خجالت نمیکشه اومده پشتم داره لیزر میندازه. غلام بیخیال. این قیافش به معلم میخوره آخه. بچه شیگول. دریغ آرزوی نقشه بر آب، اینک نهال آرزو بی برگ و بی بر،
در من غم بیهودگی ها میزند موج، در تو غروری از توان من فزونتر. ای خاطرات روزهای گرم و شیرین، دیگر مرا با خویشتن تنها گذاری. در این غروب سرد درد انگیز پاییز، با مهنت گم و غریبم واگذاری. در من غم بیهودگی ها میزند موج،